حضرت آقا در دیدار ماه مبارک رمضان با شما گفت آهای افسران جوان، خرمشهرها در پیش دارید. جنگ کنونی ما جنگ احزاب است. آقا جان کدوم جنگ احزاب؟ یعنی چی؟ یعنی همه دو مرتبه اومدن پای کار؟ کدوم خرمشهرها؟ آقا گرفته شده. اگه گرفته شده اون خرمشهرها بچه من خوابم. اگه قرار بگیرن مثل توجیه نیستم که باید برم بعدن آزاد کنم. اگه گرفتن کجا رو گرفتن؟ شما که میگید من آقا جان دارم شمشیر میزنم، منتها توی جنگ نرمین کدوم دشمن؟ کی؟ که؟ کجا؟ من شمشیر رو کشیدم. شمشیر رو ما کشیدیم، مشغولیم، ما داریم از چپ و راست داریم میزنیم. اینجوری نیست. منتها نوع شمشیر امروز و نوع میدان امروز با نوع میدان اون سالهای اول تفاوت داره. یه داعش داریم که اسمش هست داعش. دروغه. دقیقاً اون چیزی که اسمش هست داعش، هیلاری کلینتون یه کتاب نوشته The Hard Choices، گزینه‌های سخت. میگه داعشین منم. ترامپ هم برگشته گفته که اصلا سازنده این داعش بازی‌ها اینه. خود هیلاری میگه که من یه 7-8 سال وقت گذاشتم اینها، دیدم برای این که ما اینا رو به جون خودشون بندازیم، پول از خودشون، زمین از خودشون، سرباز از خودشون، بهترین اینه که اینها رو جمع بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم، سگ سعودی ها رو پول بدن، اردوغان آموزش بده. همین که امروز همه من چپ میزنن با دو هی میرن اونجا میگن باریکلا ایول. اگه باریکلا ایولا که 20,000 نفر رو زندان کرده از قاضی استاد دانشگاه. اگه باریکلا که چطور اینجا یه کودتای 8 ماهه شد، تو 8 ماه تموم 2 کوچه بالاتر از بیت رهبری همه مرگ بر دیکتاتور میگفت و رهبر این انقلاب و سکاندار دعاشون میگه. اگه خوبه که خوبه دیگه، بذار تو هست باشن. 2 نفر علمدارشون تو هست. اونجا 20,000 تا استاد دانشگاه و قاضی رو همه رو چپونده. همتون هم خرکیفید که باریکلا به خوبه دیگه. چرا به ما که میرسه بده؟ اینم که مدل حذف کردنشونه. جان مادرتون ما رو هم حذف ببرید. VIP حرف اونجا بده، اونجا خوبه. چیزی به اسم داعش وجود نداره. مشخصا این سرباز جیره‌ای آفریقایی، بوسنیایی، از هر ملیت، افغانی هست توش، پاکستانی هست توش، ایرانی توش هست. مگه مریم رجبی تو مثلا کیه اینها؟ سگ پدر ملعون‌تر خبیث‌تر از داعش و آل داعش مریم رجبی شیعه اتفاقا منتسب به من و توئه که این شب‌ها با ترکی فیصل مشهوره داره میره حج و عمره. قبول باشه مریم جان. در 9 دی بعد از اون 8 ماه فتنه که قربون آقامون برم در هر دو سخنرانی حداقل یه بار به فتنه اشاره میکنه، به خاطر اینکه معلومه خیلی داستان سختی گذشت. به قولی حضرت آقای نامردها ما رو تا لب پرتگاه بردن. هر دو سخنرانی هم آخریش مال دیشب بوده در دیدار با ائمه جون. باز 2 مرتبه آقا گیر داده به فتنه‌گران. کدوم فتنه‌گران؟ همونایی که نماینده هاشون توی مجلس 2 مرتبه آزاد باید گردد، اصلاح باید. والله قسم توی این 3 سال دوره نحس و نکبت باره. پسا برجام هیچ مقطعی از زندگیم اینقدر نکبت بار نبود.